فصل نهم. جنها روی قایق. تصور کنید کشتی را در دریا به نقطه‌ای دوردست هدایت می‌کنید. در زیر عرشه جن‌های زیادی با پنجه‌های بزرگ و دندان‌های تیز و برنده وجود دارند و با شما معامله می‌کنند. جن‌ها می‌گویند تا زمانی که کشتی را در دریا هدایت می‌کنید زیر عرشه خواهیم ماند. پس دیگر نیازی نخواهد بود به ما سر بزنید. اما چنانچه بخواهید به سمت ساحل بروید به عرشه حمله می‌کنیم، بالهایمان را می‌گشاییم، دندانهایمان را نشان می‌دهیم و شما را به مرگ تهدید می‌کنیم. تعجبی ندارد که این مسئله را دوست نداشته باشید. بنابراین خواهید گفت: جن‌های عزیز، منظوری نداشتم، لطفاً برگردید زیر عرشه. و سپس کشتی را بی هدف به سمت دریا برمیگردانید و جن‌ها نیز به زیر عرشه می‌روند. در نتیجه نفس راحتی می‌کشید و همه چیز حداقل برای مدتی درست به نظر می‌رسد. مشکل اینجاست که شما از حرکت بدون هدف خسته، آزرده، تنها، تیره بخت و آشفته خواهید شد. کشتی‌های دیگری را می‌بینید که همه در حال حرکت به سمت ساحل هستند. جایی که دوست دارید شما هم آنجا باشید. بنابراین روزی جرأت پیدا می‌کنید، سکان کشتی را می‌چرخانید و بار دیگر به سمت ساحل حرکت می‌کنید. اما به محض چرخش کشتی به سمت ساحل، دوباره جن‌ها به قصد حمله به شما روی عرشه ظاهر می‌شوند. اما نکته‌ای جالب وجود دارد. این جن‌ها در تهدید کردن شما بسیار ماهرند، اما هرگز به شما آسیب جسمانی نخواهند زد. چرا؟ زیرا توان آن را ندارند. تمام کاری که می‌توانند انجام دهند، غرش‌های بلند، حرکت دادن چنگال‌ها و نگاه‌های غضب‌آلود است. اما نمی‌توانند از لحاظ جسمانی به شما دست بزنند. تنها قدرت آنها توانایی مرعوب کردن است. بنابراین چنانچه باور کنید واقعاً می‌خواهند به آنچه می‌گویند عمل کنند، احساس و فکرتان این خواهد بود که آنها توانایی کنترل کردن کشتی را در اختیار دارند. اما وقتی به این نکته پی می‌برید که آنها نمی‌توانند هیچ آسیب جسمی به شما بزنند، آنگاه آزاد خواهید بود و در نتیجه می‌توانید کشتی را به هر طرفی که می‌خواهید برانید. برای رسیدن به خشکی فقط باید به جن‌ها بدون ترس یا پیروی از آنها اجازه دهید در اطراف شما جمع شوند و هر رفتاری که دوست دارند انجام دهند و شما همچنان به هدایت کردن کشتی به سوی ساحل ادامه دهید. جن‌ها ممکن است فریاد بکشند و اعتراض کنند، اما قدرت متوقف کردن شما را ندارند. با این حال اگر نمی‌خواهید به این شیاطین اجازه دهید سوار کشتی شوند یا اگر می‌خواهید آنها را زیر عرشه تحت کنترل داشته باشید، تنها گزینه شما شناور ماندن در سطح آب است. البته ممکن است سعی کنید زیر عرشه بروید و شیاطین را از کشتی بیرون بریزید، که در این صورت خطر برخورد کشتی بی‌ناخدا به صخره‌ها یا واژگون شدن آن وجود دارد. ضمن اینکه هرگز نمی‌توانید برنده این نبرد باشید، زیرا جن‌های زیادی در انبار کشتی وجود دارند که بیرون کردنشان از عهده شما خارج است. ممکن است اعتراض کنید: این داستان خیلی وحشتناک است. من زندگی را که با جن‌ها احاطه شده باشد نمی‌خواهم. متاسفانه باید خبرهای بدی به شما بدهم. شما اجازه حضور چنین جن‌هایی را صادر کرده اید. آنها افکار، احساسات، خاطرات و عواطف شما هستند. این جن‌ها بارها و بارها به محض اینکه تلاش کنید زندگی خود را در مسیر ارزشمندی قرار دهید، ظاهر خواهند شد. چرا چنین است؟ پاسخ این سوال به تکامل تدریجی ذهن انسان باز می‌گردد. آیا حکم برجسته ذهن اجداد ما را به یاد دارید؟ کشته نشو. و برای زنده ماندن، فرد باید محیط پیرامون خود را به خوبی بشناسد و هرچقدر بهتر قلمروی زندگی خود را بشناسد، به طور آشکاری ایمن‌تر خواهد بود. زیرا زندگی در مناطق ناشناخته فرد را در معرض انواع خطرات عجیب و غریب قرار می‌دهد. بنابراین چنانچه یکی از اجداد ما تصمیم گرفت منطقه جدید را کشف کند،
فکرش در وضعیت قرمز قرار می گرفت. مواظب باش، دقت کن. ممکن است در این دریاچه تمساح باشد. و وقتی به تکامل ذهن انسان نگاه کنیم، خواهیم دید افکار جدید نیز همان کار را فقط با جملاتی متفاوت‌تر و ارزشمندتر انجام می‌دهد. در نتیجه، به محض شروع فعالیتی جدید، ذهن اخطارهای خود را آغاز می‌کند. ممکن است شکست بخوری، ممکن است اشتباهی انجام دهی، ممکن است رفوزه شوی. ذهن با افکار منفی، تصاویر ناخوشایند، خاطرات ناگوار و دامنه وسیعی از احساسات و عواطف بد به ما اخطار می‌دهد. ما در اکثر مواقع به این اخطارها فرصت می‌دهیم از هدایت کردن زندگی در مسیری که واقعاً می‌خواهیم جلوگیری کنند و به جای حرکت به سمت ساحل، به سمت دریا و مقصدی نامعلوم حرکت می‌کنیم. بعضی افراد چنین زندگی را ماندن در منطقه آرامش می‌نامند که البته این نامگذاری چندان صحیح نیست. زیرا این منطقه آرامش واقعاً آرامش بخش نیست. می‌توان این منطقه را منطقه فلاکت یا منطقه زندگی گمشده نامید. در فصل‌های بعدی، زمانی که می‌خواهیم روی ارزش‌ها و اقدامی مؤثر برای تغییر زندگی تمرکز کنیم، این جن‌ها با ما چالش خواهند کرد. قول می‌دهم وقتی می‌خواهید هدفی مانند یافتن شغلی جدید، رابطه‌ای جدید، دوستان جدید، ورزش کردن، نوشتن یک داستان، شروع یک دوره تحصیلی یا مواردی از این دست انجام دهید، این جنها در کنار شما به پرواز در می‌آیند و چهره زشت خود را نشان خواهند داد. و این قسمت بد ماجراست. اما خبر خوب این است که وقتی کشتی خود را به سمت ساحل هدایت کنید، اهمیتی ندارد چقدر جنها شما را تهدید می‌کنند. آنها به زودی پی خواهند برد که هیچ تأثیری ندارند و دست از تلاش می‌کشند و رهایتان خواهند کرد. تعدادی از آنها باقی خواهند ماند که بعد از مدتی به حضورشان عادت خواهید کرد. اگر خوب به آنها نگاه کنید، پی می‌برید که تقریباً به آن ترسناکی نیستند که در نگاه اول دیده می‌شوند. البته هنوز زشت به نظر می‌رسند، اما ترس شما از آنها به شدت کم می‌شود و حتی بعضی از آنها به دوستان شما تبدیل می‌شوند. خواهید فهمید که می‌توانید به آنها اجازه حضور دهید بدون اینکه آزاری به شما برسانند. می‌فهمید که زندگی چیزهای بیشتری برای ارائه دارد. آسمان، دریا، نور آفتابی که بر شما میتابد یا نسیمی که به صورت شما میخورد، دلفین‌ها، نهنگ‌ها، مرغ‌های دریایی، پنگوئن‌ها. بنابراین یکی از اهداف اصلی این کتاب کمک به مشاهده و درک این جن‌هاست، آنگونه که واقعاً هستند، تا دیگر آزاردهنده نباشند. ما ابتدای این کار را با افکار و تصاویر ذهنی شروع کردیم و در فصل‌های آینده به سراغ احساسات نیز خواهیم رفت. اما پیش از آن چند لحظه درباره تغییراتی که مایلید در زندگی به وجود آورید فکر کنید. از خود بپرسید: 1. اگر افکار و احساسات ناخوشایندم وجود نداشتند، چگونه زندگی می کردم؟ 2. اگر انرژی من صرف مبارزه با عواطف و احساسات ناخوشایندم نمی شد، چه طرح و برنامه‌ای را آغاز یا دنبال می کردم؟ 3. اگر دیگر ترس برایم مسئله مهمی نبود، چه کاری انجام می دادم؟ 4. اگر ترس از شکست آزارم نمیداد، تلاش می کردم چه چیزی به دست آورم؟ لطفاً 10 دقیقه به این سوالات فکر کنید. بهتر است پاسخهای خود را روی کاغذ یادداشت کنید تا در صورت نیاز به آنها مراجعه کنید. وقتی به 4 سوالی که شد فکر می کنید، چه افکار و تصاویر ناخوشایندی ظاهر می شوند؟ آیا راه آسیب پذیری خود را مشاهده کردید؟ آیا ذهنتان می گوید امیدی نیست یا خیلی سخت است یا نمی توانم این مسائل را تغییر دهم، یا می گوید
من ضعیف، مایوس، آشفته، احمق و غیر دوست داشتنیم. فهرستی از افکار و تصاویر ناخوشایند و مشکل آفرین خود را یادداشت کنید و سپس روزی 5 دقیقه به تمرین جداسازی آنها بپردازید. و زمانی که ذهن برای تمرین نکردن بهانه‌ای آورد، لطفاً آن را یادداشت و از آن تشکر کنید. همان گونه که بارها گفتم، در روش مبتنی بر پذیرش و تعهد، تمرین کلید اصلی موفق شدن است. هرچه بیشتر این افکار را مشاهده کنید و ماهیت واقعی آنها را تشخیص دهید، بهتر می توانید تأثیرشان را در زندگیتان کاهش دهید. جداسازی مفهوم گسترده است و در مراحل بعدی دوباره به آن باز خواهیم گشت. اما اکنون چند فصلی را به چگونگی مدیریت احساسات دردآور اختصاص خواهیم داد.